رسم رو کنعان دزدید. بعد کسی آمده از کنعان رسم رو دزدید. بعد از نام من به آقای اکرم روان کرد که این کار رو کرده است. بعد کسی از او دزدید. باز کسی از کسی دزدیده رسم را از من روان کرد. این چی است؟ از این فکر را اکرم را گم میکنم. اوف اونال حتی کم کن. ممکنم تو شوکت این خوب کشی نشدیم بلا شد یا توبه. ای شوکت این چه خیلی خوب رستنی است. مثل گسله خواب میکشیم. در این خونه که در بیرون خواب میروی دیوانه شدی و درون درو. لعنت به کسی که تو رو به اینجا آورد شوکت. امر خدا و سنت رسول گرامی قدرمان جوان حاضر در شاهدی این دو مسلمان تو بنت سلمت زهرای عزیز زیا ابن حسن را به شوهر قبول داری؟ بله قبول کردم. زیا ابن حسن تو جواب ده. زهرا را به همسری قبول کردی؟ بله. شما هم دیگر رو نمیگیرید. چی گپ کدش؟ چرا نمیگرفتم یزنا؟ این یک مکاری بیشرف است. نام این آدم کارتکیل است. کارتکیل است گفته؟ نه زهرا او میخواد ما را جدا کند. باور نکن. براره دورا سردارت ایستی. این که جان نو نکاح کردن بگذار کار و باراشون حل کنند بس سفر میبره. ابله خاموش است. به این کار دخالت نکن. براره دورا مرا انتظار شد زهرا. میوایم برگشته میوایم البته. آدم رو با کجا میبره؟ دمت را گیر او حتما میوید. میگویند که زهرا با داملازیا نیکوی دینی کردند، نیکوی رسمی نکردند، درست است؟ چه میکنند؟ توی آنها اینقدر وقتها ساخته بوده. چی؟ زهرا تو با من چیکار کردی دخترم؟ بابا جان من از کجا میدونم که داملازیا ملای ساخته؟ ما را فریب کرد من بیگناهم. من با حیثیت تو بازی نکردم زهرا. من تو رو دوست داشتم. من تو رو دوست داشتم.
این دفعه خلاص نمیشوی کلتک. جایت پشت پنجره است. تو دامولای ساخته ای؟ جایت پشت پنجره است. تو دامولای ساخته ای؟ همه چیزت ساخته است. ای نمیک از خدا بترس. بر دروغ تهمت کردن کسی گناهی عظیم است. بترس از خدا. این یک دامولای گناهکار است. 80 سال سودش کنه. ساخته کار. چون اون جزا میگیرد چی؟ پروا نکنه دوستو. پیش خدا راست باشه چی؟ قرار. از تو خلاص شده. خلاص شده. اصلا یه گناه ندارد. اصلا یه گناه هست. خواهرم اصلا راز نبرید. برو بیستن نمیتوانید. اصلا این آدم سر شما رو تهمت میکنم. اوکی شما گناهکار نیستی. اصلا این هم هستید. اصلا قهرمان هم هستید. نمیتوانید. خواهرم این آدم چرا به شما شنیده پا میگویند؟ خواهرم اصلا چرا اینقدر با من و تنها گذاشته رفتی؟ خواهرکم من تو رو اصلا تنها نگذاشتم. دیگر من رو تنها نگذاری. تو را هیچگاه تنها نمیگذارم خواهرم. برادر؟ خواهرم من تو را هرگز فراموش نکردم. برادر فراموش نکرده ای. شد تمام آرام شد. چینگیز زاغی سیاهش کی است ها؟ با نبیره اکرم با زهرا چی علاقه داشته باشد ها؟ شاید اکرم برای دزدیدن رسم با زاغی سیاه پول داده باشد ها؟ رسم را از من دزدیده مرا فریب کردنی است. اکا این رسم کلینش بوده است. پس خاطرات عائلویش بوده است. اینم خمیخه. از این پس رسم برایم وجود ندارد چینگیز. من بعد همه کارم برای زاغی سیاه است. از خانه کنان رسم دزدیدن را با او نشان میدیم. همه اتان رفته زاغی سیاه را تمام اکا. تمام اکا میشود اکا. تو چی خیلی او را میابی ها؟ ها؟ گویا چی خیلی یافتنی او را میدانی ها؟ گو زهرا را تعقیب کنید. شاید آن دختر برای زاغی سیاه مهم است یا اینکه دوست داشته است. دختر را تعقیب کنید. اگر شاید زاغی سیاه را یا به چینگیز. مرا فهمیدی؟ فهمیدم اکا. رفته در سرش خلطه کشیده بیارید. اطاعت اکا. چیکار میکنی؟ با خدا من آنقدر امید هم ندارم که خواهرم با پلیس رفته درباره من و اویله هم از پلیس چیزی پرسیده باشه. سلام علیکم. ای برادر شاید تو رو نمیشناسد. از کجا میشناختن شوکت؟ من 20 سال شد که از آنجا گریختم. بله درست میگویی. ای تو شناسامت رو عوض کردنی بودی تا حال عوض کردن نتوانستی؟ نه نتوانستم لیکن امید دارم به نزدیکی میشود. نصیب باشد برادر. اینقدر آدمی بدبختی هستی برادر. جایی که حجت‌های خواهرت گذاشتگی بودند آنجا سوخته خاکستر شده است. این چی تقدیر است؟ چیکار کنم شوکت؟ اگر من بخت می‌داشتم همراه تو میگشتم. خواهرم در خواب مرا جیغ میزند شوکت. سالها شد که او را ندیدم اما ناامید نشده باری هم از گفتگوی خواهرم دست نکشیدم. خیر میابی برادرم انشاءالله. خواهرت را میابی انشاءالله شوکت. خیر تا دیدم. بله برادر برم رو میخوام.
جان خدایا دستتون درد رو نبینم. امشب آقای اکرم اکای اونال و دومولوزیو را دعوت کرده است. هم برگردانیدن رسم را جشن میگیرد و هم هر دو دومولد را به یکدیگر شناس میکند. مادر جان اگر مویهایم رو همین طور گذارم به من مزیده باشد یا اینکه نه؟ ای جانم این هم سوال شد خیلی که خودی. یعنی اگر همین طور کنم بهتر میشده باشد. یاسومن تو برای کی خود را اینقدر زیبا میکنی؟ ای مادر جان این را بین یا اینکه تو برای پسری خلیل خود را زیبا کرده ایستاده ای. ای مادر جان همین سخنهایتان رو یک طرف بذاره؟ راست میگویم بله راست میگویم. من تو را برای یک عمر خدمتگار بودن نزاییدم. روز تو هم لباس عروسی میپوشی، روز میشود که ناله خوردنی نمیابی و یک بار در خنوکی بیرت بلرزی، آنگاه به قدر گفته های مادرت میرسی. این قدر گویی کردید مادر جان؟ مانیدم این دفعیتون رو؟ یاسومن این چی است؟ هیچ چیز نیست مادر جان. بیده ببینم. برای زاد رو دیدگونم توفه گرفتم برای ریکورد خیر. تو خواهر کی رو دزدیده ایستاده ای؟ اکا این کارو نکنید، نکشید عزیزی مرا. دمت رو گیر، تو گپ نزن. اکاییست دستت رو آوده نکن. اگر او را فرانی من دیگر به هیچ کس خونه دار نمیشوم. دمت رو گیر گفتم. اکا ما خونه دار شدید، نکاح دینی کردید. چی؟ نکاح دینی کردید؟ بله اکا ما خونه دار شدیم. خواهر از زن حلالی من شد. من یکو گناه نکردم اکا. کی شما را نکاح دینی کرد؟ دومولا کرد اکا. کدام دومولا؟ تیز گوی تو هر دویتان را به اون دنیا روان نکنم. اکا ببین من گفتم که ما را حاضر نکاح نکنید. اول ما رفتن نکاح رسمی کنیم بعد پیش شما آمدن نکاح دینی کنیم. اما ما را مجبوری نکاح کرد. من گناه ندارم اکا. او ما را مجبور نکاح کرد. رمزی تو چه میگویی؟ مجبوری شما را نکاح کرد. او چه خیلی دومولا است؟ آن دومولا در کجا سود گوی؟ چی گپ است؟ ایستا خواهرم را تو مجبوری نکاح کردی. یا خدای چی خیلی نکاح برادر سلاحت را گیر. مرتضی ایستا شاید این دیگر دومولا باشد. یک بس کن همین دومولا است. رمزی گفت کو ما را مجبور نکاح کرد. ای رمزی تا از اول با من معقول نشده پسر شیطان. ای برادر از دامولازیا از پشت آن رسم خیلی وقت شد که عذرخواهی نکردیم. چنگیز زودتر ماشین را ران. اکا تو گناه نداری. در اصل گناهگار دامولا است و یاد تو زاغی به شرف را آورد. گناهگار دامولا است همیشه نه اکا؟ ای نمیک سالها گذشت تو عقل یاد نگرفتی. برعکس عقل نبوده را گم کردی. این دامولازیا نیست؟ چه کار میکنید؟ ها؟ چه کار میکنید؟ چه کار میکنی؟ شما چیکل بسری دامولان صدا میبردارید به ایمانهای احمق؟ این آدم خواهر مرا مجبورا نکاح کرده. جوابش را میدهد. ای چنگیز بسیار آخی پدر را دیده بودم اما مثل اینش را که برای نکاح کردن آدم دیندار به سرش سلاح کشد یکم بار دیده ایستادم. والله گم شوید. مثل انسان نکاحی حلال کردن. دفع شوید. دامولا با دل نگیرید برای آن حادثه گذشته. مرا ببخشید که از شما عذرخواهی نکردم. با خدا هیچ گپ ندارد جناب کمان. آن حادثه را من فراموش کردم. ببینید پرابلم بالای پرابلم است. خیر بیاید شما را برده رسانیم. با کجا میبرید؟ تشکر. منم خیلی یک راه گشته آرام شوم گفتم. دامولا اگر اینها باز آمده شما را تهدید کنند با من گویید و آنگاه دیگر مشکلی نمیشود. استغفرالله آقای کمان. کم نباشید. تشکر. دستتان را ببوسم. استغفرالله. دامولا خدا نگهبان. خدا نگهبان. اوه خدایا
کنعان دیوانه حق است. بعضا کمکش میرسد. گلسون ایستا خودت را نپرداز. با خدا نیفتم و با پایان نپردایم. این کارا نکن. ایستا خواهر این کارا نکن. خودت را نپرداز. خواهرم ایستا این کارا نکن. یا خدایا. خواهرک خوشرویم، تو در اونجا چیکار میکنی؟ من دیگر چاره‌ای ندارم آخی. دیگر زندگی کردن نمیخواهم. ببین آرام باش، این کار را نکن. این دوملو چیکار کنیم؟ او چی شده بوشار؟ او را با مردی نمیخواستگیش به شوهر ببینیم، همین خیلی میگوید. تو دیگه کار کنی خودشون نپرداز. تمام بد کنی. ببین آرام شو، این کار را نکن، فهمیدی؟ دیگر چاره ندارم دوملو. من خودم را نکشم. هیچ خیلی گفت نیست. ببین من با اکاد صحبت نکنم. دوملو این بی‌فایده است. او هیچ چیز را نمیفهمد. ای خواهر ایستا خودت رو نکشی، خودکشی حرام است. دوزخ میروی. ایستا گلسون نکش خودت را. تو این کارا نکن. خواهرم ببین کاری خطا میکنی، با پایان فرا گناه نگیر. دیگر چاره ندارم دوملو. ببین ایستا من به پیشت میویم، تمام. خودت را نپرتو، ایستا همونجا. گلسون نکن این کار را. ایستا خودت را نپرداز. ایستا من با بالا میبرایم. ایست. همه گروه ها با دقت باشید. در محله چیف تیپا یک دختر خودکشی دارد. کسی که در نزدیکی آن محله است به آنجا روید. تمام. سردارم ما بسیار نزدیکیم، جواب دهم. میدونم به همه کار همراه نشو. فهمیده شد مرکز. من کمیسر کردم اون حال به جای حادثه روان هستیم. دیوانه شد. با تو نشان میدیم. گلسون قربانت شوم، با پایان فرا. عذری زیاد دوملو. دیگر چاره ندارم. برای من دعا کنید. نه این دختر خودش رو میپرده. خدایا چرا من به نگاه آنها شاهد شدم؟ نمیدونم برای چی شدی. عجب. گلسوم ایستو عزیزم، خودت رو نپرتو، من به تو چیکار میکنم؟ دوملو التماس کن کار کنه. من چیکار کنم؟ چیزی که میتوانم کردم. گلسون اونجا ایست، من پیشت به بالا میبرایم. ایستا دخترم خودت رو نپرتو. خودکشی گناه هست. همه کسی خاموش پراکنده شد پلیس بیاید. لیندی به خطری رو کشه. مردم رو دور کنه. زود باشه. زود. یک طرف ایسته. خدایا این دختر رو نجات ده. چیکار کنی؟ حرکت نشوه. کمیسر پنجیت خوب هستی؟ سلامتی خوبه؟ خوبم. تو اینجا چیکار میکنی؟ ای خدایا اینقدر آدم جمع شده هیچ گپ نی و من اومدم گپ میزنی. ادب شو. او را گرفته بر از اینجا. فاصله بر. ای دختر خودت رو به دست گیر. چشمه با اونجا برآمده میتوانی؟ سردارم برآمدن میبرم اما از آنجا مرا کی میفرارد؟ اما جا ایستوی نفرم. یه بیا پلیکل نشد. یه دختر ایست خطا نپرتا که خطا حیث میشه.
گروه یاره رسان نرسی مرد باشی خیطه پرتو؟ نه پرتوی میشه سیو میکنم نکن آخیر دخترم صورت رو نپرتو ایستا میگویم ایستا ایستا سردارو بخدا خیطه بپرتویا یک گپ نزن خاموشی کمیسر یک طرف ایسکی در بلد نقلته ایدم از رو که ایلینسا این طرف تو حق نداری خطمه این خیگرد زنی خاموش هم تا بگی بیا سر ویرو نکنی نفر با خودت رو نفر با خدایا من رو ببخش دخترم چرا بیهوش شدی؟ اکنون من با تو چیکار نکرده باشم؟ خدا را شکر که اون دخترم با وسیله نفر نشد خدا که نگاه کی بود؟ ندارم برای گوشه خدا این طرف نیارم آفرین برادر آفرین احسن با خدا یوزم کنی و شرنگ یوزم کنی من ای این آدم کجا گم شد؟ الو دختر در پس بینا بهوش خوابیده است. الو تو کسی برادر؟ زاغ سیاه زاغ سیاه؟ زاغ سیاهش کرد؟ چی باشد؟ همخی فرومد با شارف در روی زمین همخی تیت پیچید روده این همخی دود چنگ شد اگر همون دختر میغلطید این هم خیلی میشود شوق‌آور شوق‌آور؟ همه خدرک؟ آخر چیزی رو که بچشمانم ندیده باشم چگونه باید باور کنم؟ من فکر کردم تو حالی مرا بوسه برادر تو عالم عجایبو تا ندیدیده دیدم شوکت دیدم دیدی؟ پس چرا من تو رو در اونجا ندیدم؟ من اینقدر خوب شدم همه محله گپی تو رو میگوید گفته های محله رو برادر یک طرف گذار مرا گوش کن من به دو چشم حادثه رو هم از برس هم از پایان هم از پرش بس شیم دامولا چای بیارم؟ والله که خوب میشود در چشمکات مرمده ملاش نیکوفی بیار حاضر بسیار جای خوب یافته هیچگاه از اینجا نرو دهانت را پوش بخدا میرم میبینیم دهانم باز میشه و چیکار کنم تو بودی ها؟ همه چیز رو تو در حال میفهمی البته که میفهمم چه خیلی فهمیدی؟ از نقاب روی هنگامی پیش پیتک رفتنم آن نقاب رو پوشیده بودی که البته میشناسم زاغ سیاه دمت رو گیز دیوانه حاضر همه میشنود استاد؟ یا خدایا توبه هجری از پسم آیسته آمده استاد گفته کدام روز مرا تلخ کف میکنی استاد نقاب کشیدن جایزه است انا بر تو بسیار سوالی خوب من هم انتظارم در محله هم همین گپ است هجری گو بمیسرم اگر برای یک کار خیر باشد خوب است اما اگر برای ضرر آدمان باشد هیچ جایز بودنش جای ندارد ببین میگویند که دشمن دانا به از دوست نادان راست است به خدا نگهدار نقاب را برای نیکی کردن پوشیدن جایز است استاد خدا از شما راضی باشد شب خوش به شما هم باش که خیر هجری خدا راضی باشد تسبیح 150 دونگه نداره؟ نفهمیدم چی جای نفهمی دارد؟ 150 دونگیش باشد لیکن دونه هایش خورد باشد همه خیلش میگویند که داره؟ یگون تسبیح زیبایی که دونه هایش 150 تا باشد گوش کن تسبیح فقط دو نمود میشود یا 33 دونه یا اینکه 99 دونه همین زیبا است
بله زیباست، این خیلی زیباست، ولی من دانه‌هایش رو بسیارتر میخوام. نمیشود، در دست دادن نمیزیبد. ما برای دامولای مسجد خریدنیم تا که در دستش زیباتا باشد. برای دامولای مسجد همین تصمیم موافق است. 150 یا 200 دانه باشد. نرخش مهم نیست. بسر ویران نکن، چونین تصمیم نیست. ای تمام فهمیدم. چرا دود میزنید؟ تصدیق گنده بوده است. زورا جان میگویند که تصویر گردانی آدم رو آرام میکند. تسبیح گردان نیست جانم، تسبیح فروش است. سیدین؟ خیلی خیلی باشد 99 دانه شدید میشود، اما در هر یک دانه تسبیح زیاد نویسید میشود؟ نمیشود؟ پس این طور باشد شما ننویسید، در یک پاکت مثل توفه بگیرید و سند است. تمام. مالش موی سفید خیره بود از خیره توبه بسیار قهرش کسیدی. وای داد گردن بندم نیست، همه جو رو کفتم نیفتم. چی دازده ایستادی؟ گم شد به ما چی؟ کفته یاب ما محافظ توییم. شهناز در وقتی تازه کردن یگون گردن بند نیفته. نه خانم تولین، اگر خواهید در حال کفت و کف کردن یابم بیل است. حتما اون گردن بند با من بسیار ارزش دارد. شما غم نخورید، اون رو حتما پیدا میکنم. انشالله میابید، اگر نیابید دیوانه میشود. بسیار گردن بندی قیمت بها بود، قیمت بها بود است. یا سومان این را از کجا یافتی؟ خانم تولین توفه کرد. یا سومان این بسیار قیمت بها است. چرا توفه کرد؟ خانم تولین از اینها بسیار دارد. اینش را از تحت دل به من توفه کرد. از اون میپرسم که چرا توفه میکنید؟ من شبهه دارم، اون قدر زنی خوب نیست که. این گپ رو یک طرف گذار. میخواهم که تو این گردنبند رو به گردنم آویزی، یعنی گویا تو به من خریده ای. یا سومان من این خیلی چیز رو گرفته نمیتوانم. آغوز رد نکن، چند بار دیگر تو رو زاره کنم. گویا تو به من توفه کرده ای. زود باش، لطفاً بسیار عاشقانه نشود. مایلش زودتر. مایلش میبندم. مویهایت رو جمع کن. خیلی زیبی. بسیار زیبی. بسیار زیبا شدی. یعنی تو رسم را ندوزیده ای؟ نه کمیسر من ندوزیدم. پس رسم را کی دوزیده است؟ وای زوغ سیاه کی است؟ نمیدونم، من گفت که من سیاه هستم. زوغ سیاه گفت. چی خیلی بود از زوغ سیاه؟ بله همین طوری که گفتم، قدش مثل خانه 2 متر بود و در رویش نخوب کشیده بود، همین خیل بود یعنی. بعد ناگهان گم شد. این پسر گروه از سردارم، این دیوانه بوده است. نمیدونم اجینه را دیده است. باید تو دعا خونی. دعا خوندم. یگان دوز شناس 2 متر قد دارد؟ نه، از همه آنها دیده قد من بلند است. اینها چه خیلی دوزن سردارم؟ میگویم که نگویم، لیکن میگویم در سر من فقط یک قسطاب میخورد، اون هم قلط کلاس. خوبش نمیگوده چارچشمه. نگو. در اصل مودرش هم گفتنی بودم به خدا. مرد رحمتی ماشاءالله بسیار آدمی بزرگ رحمت شد. شعری نر بود. خاموش، دمت را گیر. من نه او را فراموش میکنم، تو باز به یادم میاری. او مرده رفت، لیکن دلم میگوید که او حالا زنده است. اما بسیار بیزیب بود سردارم. جنازه‌اش رفتم با او دیدن نمیشد. علمم کرد بسیار عرض زند. در جنازه‌اش من هم بودم. این بچه‌مو گورکان خودت نبودی؟ در اون طرفی تو بود، تو نبودی؟ بس کنید. آن آدم باز چی گفت؟ وای زهرا گفت. زهرا گفت؟ بله. زهرا گفت. به خدا زهرا گفت. الو زهرا جانم، تو زاغ سیاه گفتنی آدم را میشناسی؟ زاغ سیاه؟ نه، یکم بار میشنوم یزنه. نمیشناسی یعنی؟ نه، یزنه چرا پرسیده ایستاده؟ یا که براسم یکو علاقه داره؟ نه جانم، هیچ چیز نیست. همه خیلی یک پرسیدم. تمام جانم. چی میگوید؟
با تو چی؟ او رو گرفته برید روید هر دوتون روید شما رو نبینم من رو تنها بذارید زوغ سیاه کی باشد؟ تو کی هستی؟ خدایا توبه مادامی که ما زاغ سیاه را نمیابیم پس خدا شاید چینگیز میدانی که انتظاری را دوست نمیدارم زهرا گفتنی دختر را یافته نزد من بیارید مادامی زاغی سیاه زهرا گفته است چقدر این زهرا با او عزیز است خواهیم فهمید چیز داده زود برو بچهش سردار رفتیم بچه ها یاسومن حالا ایستا و تو نشان میدهم بچه ها خوب هسته؟ رحمت پدر ما خوبه خیلی شما ما که خیلی خوب هستید. خوبم یاسومن دخترم در صورت چیه؟ خوب تشکری زیاد. یاسومن رفتیم دخترم رفتیم مادر چیکار میکنید؟ یاسومن گفتن چی شد خانم نشیده؟ بچه ها اینجا صحبت داشتن؟ آقای خلیل با فکرم با فرزندتان صحبت میکردید بسیار خوب میشد از دخترم دوستر رسد مادر راه کرد میرویم یاسومن چیه آقوز؟ نفهمیدم آکا تمام گیرید این گل رو داره ادعا شوی باز آدمای محلمون نبیند آبرویمون ریزد این خیلی میشود آکا این گل ها رو باید شما با دستتون گیرید ببین پسرم دل ینگه سوالت رو میابم این یگانه راه است حالا میبینی که ینگه سوالت دیوانه من میشود البته آکا این داملای ساختکار باز در همونجا هستن سرده باز قهر ینگه رو میوری عاشقانه رفتار کن رفتیم اکا عاقبتش با خیر بکشه هیچ کس من رو ندید نه اکا کی میبینم این فرصت شما دستگو چه؟ زیبا اکا بسیار زیبا مرکولش میشود؟ بله نانی تو اینجا چی میکوبی؟ دل و جانم تو هستی همینجا شنی کمزور گفتی اکا تشکر برادر رحمت دوی رو سرده کرده از اینجا روید خوب میشود برایت گل قیمت گرفتم من از تو گل نمیخواهم نانی کی میدوند که باز از کجا این گل رو دزدیده آورده ای به من در حقیقت این رو خریدم نانیک اگر خوشبختی مرا خواهی این بد پایت رو به اینجا نگذار لطفا این رو به خاطرت گیر مایل است ها اقدی پس تدمورم گیر بوی کش چه بر از گل ها الرژی دارد من این رو نمیدونستم البته نمیدونی از روی تویتان باری با گل نگرفتی بیا سر گرگ نکه آب بیار زودتر آب بیار برادر از گل الرژی داشته حاضر پاک میکنم برادر او رو برداشت بجنبانم به خود میبه سفسته رو بس کن شوکت برداشته جنبوندنش بود چی است؟ یک به بیمارخانه بردن نشان دهیم خیلی بیمارخانه تو خودت با بیمارخانه نیاز داری بس او نکن الرژی دارد مگر همین رو نمیفهمی تو مرا از زن افضا کردنی ها؟ نانیک چه؟ یا خدا نانیک از اینجا گم شو لبه چینگیز مایلش حاضر می آیم مشکی اون زاقیسی آمدن نانیک رو از اینجا دور کند مایلش سوا جان
خودت را احتیاط کن، من میآیم حاضر. کسی که شما را نجات داد او را دیدید؟ نه کمیسر، من بیهوش بودم، اما وقتی من رو به زمین گذاشت یک چیز رو دیدم. در کتفش یک رسمی بود. رسمی چی بود؟ خاموش. رسمی کشیدگی بود. در کتفش رسمی کلتکیلس رو دیدم. کلتکیلس میگویی؟ این دختر همه خیلی ساده میتوبه بود، یکی بسیار شور هست. دوملو، از شما عذری زیاد میخوام. هر وقتی که نمیگ به اینجا اوید یکم بلا رو میگیرم. با خدا برای من یکم مشکلی نداره خانم سیوال. با شما چیزی نشود گفتم میترسم. دوملو یک چای بیارم؟ اگر زحمت نشود. نمیشود. یک لحظه برادر، من بینم در چایمو بر زحمت هم بزن. میشه جگر؟ ای زهرو، از اون پس و پس به دوملو نگرفتیم. میدونی که خیلی بامزه تیار میکنند اونها رو. بسیار بلازد میپزد، لیکن اگر عادت کنی دیگر خودت رو داشته نمیتوانی. دوملو زیو رو با سیول ببین. سیولش کی؟ آن روز به تو گفته بودم که با دوملو زیو یک دختر عاشق شده است. با یادم آمد. خودش رو شیرین کرده ایستاده است. هیچ شرم نمی کند که دوملو آدمی در نیکو بوده است. حاضر من به این دختر نشان میدهم، به او امکانیت نمیدهم. او رو ببین چقدر خوشبخت می نماید. برم. خانم سیوال، این گلها در اینجا مانده، آنها را پرتایم؟ دیگه دوملو من میپرتایم. خیل تکرارا الرژی نشود؟ با اینو کشیده میپرتایم دوملو. با او باز دست گل میدهد. وای وای وای، دوملو زیاروبی به چیکارها مشغول بوده است. رفتیم سگه. من این رو رفته پرتایم دوملو. زهرا؟ صحبت عاشقانه‌تان رو بیرون کردن نمیخواهم، اما برایتان یک تحفه گرفتم، آن را دادن میخواهم. گیر جانم. یا خدایا، این برای من سورپریزی کلان شد. شما هم برای ما سورپریزی کلان کردید. من این سورپریز رو کشویم. شما شینه چرا ایستاده اید؟ نمیشینم. باز شما را ناراحت نکنم. روز بخیر. 20 شیرینی خواستم، اون رو میخریم. شیرینیشان از خودش حاصله. رفتیم. خانم زورا قصدش دوملو؟ با فکرم توفه رو کمی با غضب به تو هدیه کرد برادر. نمی‌شنی؟ عجب تحفه تسبیح. با اجازت شما خانم سیوال، روزهای خوب. خیر شوکت، تا بازدید. روز بخیر. ما هم روی سیوال جان شاید رو می نوشیم. بشه افسر. بچه ها، اکای کنون اون رسم را فراموش کرد. میدونم. اگر این کار رو حل نکنیم حیاتمون برباد می رود. خواطر نباش، اون نقشه را کشیده. آن دروازه هست کو در 45 ثانیه کشوده می شود. تا آن وقت دختر را دستگیر میکنیم. آکا بین زهرو می اوید، لیکن همراهش کسی هست. کسی باشد تو زهرا را نگیریم از اینجا نمی رویم. این طرف باشد زود را دستگیر میکنیم. یک دقیقه وای دوملو زیون نیست؟
اینجا چی کار داشته باشد؟ ای لعنتی کر همه اینجا از پیشم میبرایی خودتون رو باداز گیره دکا. ای بیا این کتفت را پرانده دختر را گیسته میرویم. چیش داده؟ دامولازی آدمی محترم است. محترم؟ آدمی محترم. اکای کنون با او بسیار احترام دارد. بعد آرام شو. تو خودت نگفتم دیگه زورو رو دستگیر نکنیم حالمون بد بشود ها؟ تا دامولازی ها نرود به زورا دست نمیرسونه. اگر از این کار کنون با خبر شود ما را زنده نمیموند. ای بیا مونه ببین کنون دامولازی ها را بسیار خدمت میکند. بعد اینجا میشینه زهرا رو بعد دستگیر میکنه. خیر اون سوال دامولوزیو رو از تو میگیرد. حالا میبینی این طور باشد توی ساخته رو به انجام میرسونم. اوف دیکن با بابایم چی میگویم سیلین ها؟ این دختر از کجا پیدا شد؟ کاش که خوش رو باشد. رشک میکنی؟ چی خیلی رشک سیلین سفت نگوی این چی علاقه دارد؟ یا خدایا درد من تنها توی دادن این توی ساخته است. به یاد داری هفته گذشته رو بابایم جدا شدن ما رو دیده چی خیلی غمگین شده بود. خیر دیدی کو چی خیلی به او گول میدون. بله همه میدونم که شما با دامولا فوتیه کرده ای. بد زاد این به دامولا نمیزیبد. چی تو برای مسخره هستی؟ همین رو گوی احمق. زهرا یا خدایا نمیشنود یا اینکه شنید و جواب دادن نمیخواهد. دختر رو از مام تو نجات دادی، رسم رو هم از کنعان دیوانه تو دزدیده و به خانه آقای اکرم از نام من فرستاده. چرا؟ زاغی سیاه تو کی هستی آدم؟ سردارم از فکرم معلوم است. چی معلوم است؟ کی بودن زاغی سیاه؟ کی بوده است؟ کلتکله است. اتف شب مرد. سردارم بیانت داده دختر رو فکر کنید. گفت که در کتفش رسمی کلتکلاس کشیدگی بود. باید دارید جسدی افته ما رو رویش را شناخته نمیشه. چقدری که شما رو زارا کردم که تیتی دینکا گذارانیم شما گوش نکردید. تمام برایم آفرین چار چشمه مثل موش گربه رو قپیدی چار چشمه. با من آفرین گفته سردارم من موش قپیدم؟ بله تو را گفتم. زاغی سیاه کلتکیلس است زنده است وای. آفرین با من سردارم. مرا آغوش نکن در حال از خود نرفت چار چشمه. از دستم خلاص نمیابی این دفعه به آسانه رهان نمیابی کلتکیلس زاغی سیاه. آفرین. آقای اکرم خوب هستی؟ تشکر خوش آمدید. وقتی که شما را میبینم خودم را خوشبختی میکنم. در رویتان یک نوری است. چهره که نباشید انسانی مبارک هستید. از رویتان نور میبارد دامولا. بسیار تعریفم کرده جناب اکرم. من یک زهرا رو دیدم و روی تحفه به او تشکر گفتن میخواستم. بخیر است؟ او با من بسیار یک تحفه زیبا کرد. بینید مرا در حیرت گذاشت. نبیره من چقدر خوب فکر کرده است. آفرین به او. همراه سلیم به بالا برآمد. اگر خواهید به پیشش برایید. مرحمت. تشکر جناب. روزتون بخیر. مرحمت. آدمی خوب هر وقت در همه جا معلوم است چون که از روی مبارکش نور میریزد. نور. کی است؟ منم زیا. چرا آمده باشد؟ من نمیدونم. جدا شدن ما رو میگفته باشد. عجبا. نه عذرخواهی آمده. هوشیار شو زور خودت رو سست نگیر. درآیید.
سلام. سلام. خانم زهرا، وای من برای تشکر گفتن آمدم، یعنی تحفه کرده‌تون بسیار زیبا بود. بشوخی نصیبتان کنه دوملا. اکنون تو بسیارتر یاد میکنم. ببخشید یکان نفهمی است، یعنی در مغازه شیرینی ها بسیار خشمگین بود؟ نه خشمگین نبودم، خطا فهمیده. شاید خیالاتت به دیگر کس بود و این خیلی گمان کرده. دیگر کس گفتی؟ با محبت نگاه میکردید، چشمتون را از اون دختر نمیکندید. ببخشید کی رو در نظر داره؟ سیوال رو. خانم سیوال؟ ببینید دوملازیو، شاید شما هم دیگر را دوست میدارید، اما همه میدونند که شما با من فاتحه کرده شده اید. با این کارت شما هم مرا و هم دیگران را شرمنده میکنید. میفهمید چی کار میکنید؟ یک دقیقه چه خیلی دست دارید؟ کدام خیال چی ها گفته ایستادید؟ من نمیفهمم. عشق بین شما و خانم سیوال رو میگوییم. معلوم است که شما یکدیگر را دوست میدارید. من و خانم سیوال یکدیگر را دوست میداریم؟ این خطا است. دوملازیو، شما این خیل نکنید لطفاً، به من دروغ نگویید. ما دیدیم که شما به دختر خیلی گل دادید. ببینید خانم زهرا، آن گلها رو من نگرفتم. آن دسته گل رو در اینجا شوهرش نمیک پرتافته بود. باز برای شما شده شوهرش برآمده است. به خدا که من کویید. چقدر موضوع رو طول داده. ببینید خانم سیوال اگر مرا حرمت کند هم تنها از آدمگریم و در محله دوملا بودنم حرمت نکند. بین ما چیز دیگر نیست. چی گفتنید خانم زهرا؟ من حقیقت رو به شما گفتم، چرا این طور به من نگاه میکنید؟ یک دقیقه زهرا جان، یک دقیقه. من میفهمم، چون که ما زنها یک دیگر رو بسیار خوب میفهمیم و به دلمون باور داریم. آن دختر به شما عاشق شده است. عاشق. خدا تعالی. چقدر زنها ساده هم برادر هم؟ به خدا که راست. چشکبوته که مرا به تو عاشق برآوردن گوی؟ هیچ نپرس، خوبش فکر کن که چیکار کنی. ببین برادر، فکرهای پنهانی هم رو به تو میگویم. زهرا تو رو رشک میکند، همین نه؟ من تو یک چیز میگویم شوکت، من هم این فکر رو داشتم. گمان میکنم زهرا مرا رشک کرد. یا اینکه نه، چرا رشک میبرده است؟ رشک بده است؟ همین خیلی باز دوملازیو فکر نکند که تو رشک میکنی. صفت نگویسیدیم. در حقیقت ما بسیار برباهی کردیم. او روزی پرسیدیم. برادر، اگر زن اینقدر داد و وای کند خوب نیست. ای بسیار خیلی داد و وای. قریب که مرا زنده به زنده آتش میزد، یعنی مثل دیوانه ها از چشمانش آتش میبرامد. قسم بخور. به نام الله. پس حالمون خیلی بد است برادر. زهرا به تو عاشق شده است. عاشق میگویی؟ نخو. نه البته دوملازیو این طور فکر نمی کند. صفت گفتی. به خدا همین طور است. اول توفه بعد ناز کردن. نفهمیدم. درست؟ نباید او بیهوده امیدوار شود. بیامان بیهوده مرا با امید نکن شوکت. هیچ خیلی بیهوده؟ با چشمانم دیدم که دختر قریب از رشک کپیده مرد. در حقیقت هم خیلی است نه؟ یعنی زهرا با من. اما ببین در حقیقت باور داری؟ این کار نممکن است. دوملازیو و من. نه این طور شدنش رو فکر نمی کنم و باز امید دارد که این خیر شدنش ممکن نیست. میداند باید داند.
اکا همه چیز را فهمیدیم. چی بود است؟ رسم را با اکا اکرم دامادش برده است. دامادش؟ بله اکا دامادش. دامادش کی بود است؟ بسیار در حیرت میمانید. کمیسر اونال. کمیسر اونال داماد آقای اکرم بود است؟ بله اکا. در این خبر رو از کجا فهمیدید؟ نمی که ما هست کو؟ خیر در مغازه شیرینی ها این را شنیده است. زاغی سیاه گفته رسم را با اکرم اونال برده است. ببین این کاری کمیسر را ها؟ شما مرا بازی چه خیال کردید؟ انتقامم را شمایان میگیرم تا بگاه انتظار شوید. معلوم که از همه قیمتترین آدم برایت زهرا بوده است آقای اکرم. ببینیم نبیره قیمت بهایت را دامادت برگرداندن میتواند. میبینیم همه این کارها را برای تو را یافتن میکنم زاغی سیاه. که بودند را به نزدیکی میفهمیم زاغی سیاه. چنگیز لبایکا مرا گوش کن. این دفعه بهانه نمیخواهم. دیوانه میشوم به خدا. زهرا گفتنی دختر را یافته به نزد من بیاره. روید. رفتیم. حالا میبینی آقای اکرم، میبینیم دامادت این دفعه چی کار میکند. بابا جان من میبرایم. بخیر است؟ با کجا داریم به وقتی؟ بابا جان هوا سرد است. داملازیا اینقدر راه ها پیاده نآید گفته فکر کردم که او را از مسجد با ماشین بیارم. تو را انتظار است؟ نه سورپریز میکنم. او را چه گفته میدونه؟ با تلفنش زنگ میزدی؟ در اینترنت وقتی نماز خفتن را دیدم تا تمام شدنش در آنجا میشود. خوب نبیره بردکه که من همه چیز را فکر کردم. بله دیر نکنی دخترم. تمام. اینترنت همه را ویران کرده. یا سومن این گردن بندی مادرم رو تا کجا رفتی؟ خانم تولین به من هدیه کرد. نه هرگز باور نمیکنم. مادرم یگان چیزش رو حتی به من نمیداد. راستش رو میگویم باور نکنید از خودش پرسید. میپرسیم رفتیم همراه هم یک جای میپرسیم. زهرا